تا حالا شده برای امتحان تا صبح بیدار بمونی و روز بعد خودتو مثل یه زامبی ببینی؟ آره، منم تجربه کردم. فکر میکنی داری خیلی کارا رو انجام میدی، ولی واقعیتش اینه که شب زنده‌داری میتونه کل بهره‌وری تو رو نابود کنه. و نه، فقط خسته شدن نیست، مغزت واقعا علیه تو کار میکنه. بمون تا بهت بگم چرا شب بیداری‌ها همیشه شکست میخورن و چطور میتونی واقعا کاراتو انجام بدی. بیایید صادق باشیم. مغز ما وقتی خوابیم یه عالمه کار میکنه. خاطرات رو مرتب میکنه، مسائل رو حل میکنه و در اصل دکمه ثبت روزتو فشار میده. اگه خواب رو حذف کنی، مغزت مثل اینه که بخوای یک نرم افزار سنگین رو روی یه وسیله قدیمی اجرا کنی. تحقیقات میگن شب زنده‌داری تمرکزتو کم، سرعت واکنش رو پایین و حتی ساده ترین تصمیم ها رو سخت میکنه. و جالبتر، بعد از یه شب بیداری فکر میکنی کارا رو خوب انجام دادی، اما در واقع خلاقیت و تمرکزت کم میشه و اشتباه هم زیاد میکنی. ولی صبر کن، ضررها فقط کوتاه مدت نیست. تصورش کن ساعت 3 صبح داری تو شبکه‌های اجتماعی میچرخی، چای یا قهوه میخوری و مقالت رو تایپ میکنی. روز بعد دیر بیدار میشی، خسته و گیجی، میشینی سر کلاس یا محل کار و همه چیز 2 برابر طول میکشه. من خودم این تجربه رو داشتم. واقعا افتضاحه. چند ساعت کار الان رو با ساعت‌ها یا حتی روزها انرژی تلف شده عوض میکنی. پس اگه شب زنده داری بده، مردم چطوری با امتحان یا مهلت‌های نزدیک کنار میان؟ اولین نکته، خواب اختیاری نیست. مثل یه کار مهم باید بهش نگاه کنی. حتی 6 7 ساعت خواب خوب بهتر از 10 ساعت مکالمه پراکنده است. یه ترفند ساده: عصر مطالعه کن، استراحت کوتاه داشته باش و کارهای سخت رو قبل از نیمه شب تموم کن. مغزت ازت تشکر میکنه و بیشتر یاد میگیری. شبها تا دیر وقت تو شبکه‌های اجتماعی میچرخی؟ نه، قاتل بهره‌وریه. نور صفحه نمایش مغزتو فریب میده که فکر کنه روزه. هورمون خواب کم میشه، تمرکز کم میشه و انگیزه هم پایین میاد. راه حل ساده: نیم ساعت قبل خواب گوشی رو توی یه اتاق دیگه بذار یا روی حالت سکوت کامل قرار بده. به جای اون کتاب بخون، برنامه‌ریزی کن یا فقط استراحت کن. مغزت بدون استرس اطلاعات روزو پردازش میکنه. حتی یه چرت 20 دقیقه‌ای میتونه تمرکز، حافظه و خلاقیتتو بالا ببره. وقت نداری برای خواب طولانی؟ استراحت‌های کوتاه هم جواب میده. چشما رو ببند، نفس عمیق بکش تا مغزت شارژ بشه. به نظر کم میاد، ولی این استراحت‌های کوتاه فرق بین واقعا کار کردن و فقط مشغول بودن رو ایجاد میکنه. و یه نکته که بیشترمون نادیده میگیریم: انرژی فقط به تعداد ساعت‌ها نیست، زمانبندی هم خیلی مهمه. فهمیدن اینکه مغزت کی سر حال ترینه خیلی مهمه. صبح سر حاله، خب کارهای سخت رو صبح انجام بده. شب بیداره، کارهای خلاقانه رو عصر انجام بده، ولی همچنان باید بخوابی. کارهای سخت رو با زمان اوج انرژی انجام بده. زمان کم انرژی کارهای ساده یا مرور رو انجام بده. می‌بینی چقدر سریعتر کار پیش میره بدون اینکه سلامتت آسیب ببینه. و در آخر، حقیقتی که هر دانشجویی باید بشنوه: شب زنده‌داری حس قهرمان بودن میده، اما حقیقتش اینه بیشترش میانبری به سمت خستگی، اشتباه و استرس. بهره‌وری واقعی یعنی برنامه‌ریزی هوشمند، استراحت واقعی و کار کردن با مغزت. پس دفعه بعد که وسوسه شدی خواب رو حذف کنی، یادت باشه مغز باهات همکاری میکنه اگر اجازه بدی. اگه این ویدیو کمکت کرد و درباره شب زنده‌داری دوباره فکر کردی، لایک کن و برای نکات علمی بیشتر سابسکرایب کن و تو کامنت ها بهم بگو بدترین تجربه شب زنده داری چی بوده.